دوستان، امروز میخوایم یه نوع دریبل انفرادی رو به بچه‌ها یاد بدیم. فعلا زود اومدن اینا، میخوام بهشون یه دریبل انفرادی رو یاد بدم. خوشحال میشم با ما همراه باشید. یا بعد سوار میشید، بعد نگاه دروازه میکنید، با روی پاتون شوت میکنید دروازه. فهمیدی؟ مصطفی فهمیدی؟ نگاه کنید، الان فکر کنید این حریف نگاه کنید میکشید این بر میکشید. نگاه کنید توپو میکشید این بر نقامش میکنید. نگاه کنید توپو سوار میشید. فهمیدی؟ برو اول نفر باید. برو ببینم سریع برد.